امواج خروشان. این موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه است که ساعت به ساعت بر سر صهیونیست‌ها و پایگاه‌های آمریکایی بدون هیچ مزاحمتی فرود می‌آید. یک موفقیت عملیاتی و راهبردی، یعنی سلطه موشکی بر آسمان. برای همین سردار سید مجید موسوی برای عرض خدا قوت به افسران موشکی و پهپادی به اینجا می آید. یکی از پایگاه‌های موشکی. از ابتدای جنگ تا کنون سردار موسوی به تعدادی از پایگاه‌ها سرکشی کرده و از نزدیک در جریان عملیات آنها بوده است. اما از اینکه باز خداوند عنایت کرد و توفیقی داد که بتونیم چهره نورانی شما رو ببینیم، برامون افتخاری است و بر این توفیق مباهات. بر اساس این تصاویر که در اختیار خبرگزاری صدا و سیما قرار گرفته، می شود تعداد بسیار زیادی از پرتابگرهای موشک‌های بالستیک سوخت مایع و جامد را دید. در کنار هزاران فروند پهپاد آماده شلیک تا موج 88 عملیات وعده صادق 4 هر روز شلیک موشک‌ها و پهپادهای نیروی هوافضای سپاه بیشتر شده است. و در هر عملیات فرماندهی تدبیر جدیدی برای موج بعدی عملیات به نیروهایش ابلاغ می کند، مثل شاهکار تغییر در حوزه تاکتیک پدافند، شکست افسانه رادارگریزی جهان F-35. با وجود ادعای ترامپ مبنی بر نابودی توانمندی موشکی و پهپادی ایران، اما تصاویر بازدید فرمانده نیروی هوافضای سپاه از پایگاه‌های زیرزمینی این نیرو در خلال جنگ چیز دیگری را نشان می‌دهد. فقط با انتشار بخشایی از تصاویر یکی از پایگاه‌ها می شود برآورد اولیه از ذراتخانه بزرگ موشک‌های راهبردی ایران را به دست آورد. روند تولید و تجهیز موشک‌های بالستیک در حال انجام است و تمام پایگاه‌های موشکی به پرتابگرهای جدید با موشک‌های ارتقا پیدا کرده به سر جنگی شدیدالانفجارتر و سنگین‌تر مجهز شدند در شرایط جنگی. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما. خدا